به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام حضور گرانقدر شما دوستان عزیزم. با مبحث خداشناسی در خدمتون هستم. یکی از بهترین و قدرتمندترین اطلاعات ارزشمند در این فایل آموزشی براتون ارائه میشه در رابطه با این عنوان که خدا با انسان حرف میزنه. میدونم براتون خیلی میتونه عجیب باشه، چون خیلی از شماها قطعاً در نظام باورها و فکریتون این الگو رو دارید که خدا چجوری با انسان حرف میزنه، چون اغلب ماها یا اکثرمون در اعتقاداتمون اینطور دریافت کردیم و اینطور به ما گفته شده که خدا با یک سری انسانهایی که فقط پیامبرش بودند حرف زده و با کسانی دیگه اصلا صحبتی نکرده. تازه اون حرفی هم که با پیامبرانش داشته مستقیما نبوده، از طریق در واقع ملائکش این پل ارتباطی رو ایجاد کرده. اینجا قرار پرده برداری کنیم از یک واقعه واقعا بزرگ، چیزی که از ذهن ماها این موضوع کاملا دور شده سالهای سال، یعنی حقیقتی پنهان بوده که قراره در این فایل آموزشی این حقیقت آشکار بشه. ببینید دوستان عزیز، خداوند بزرگ و بلند مرتبه شما در نظر بگیرید که در قرآنش به صراحت اومده گفته که ما حتی به زنبور عسل وحی میکنیم. شما در نظر داشته باش که خدایی رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم که به یک زنبور عسل وحی میکنه. اون وقت چطور ممکنه که به مایی که اشرف مخلوقاتیم، از روح خودش هستیم، به ما وحی نکنه؟ اصلا با عقل جور در میاد. شما در نظر بگیرید که ما یک خالقی داریم که با عشق تمام ما رو خلق کرده، ما رو فرستاده روی زمین، مأموریت و هدف و رسالتی برای ما در نظر گرفته و نخواد با ما ارتباط بگیره، نخواد به ما پیامش رو منتقل کنه. اصلا چنین چیزی وجود نداره. ببینید، حقیقت اینه که ما حواس شیشمی داریم که این حواس شیشم ما دقیقاً یک مکانیزمیه که بتونیم با منبع خودمون، با خالق خودمون، با خدای خودمون پل ارتباطی و گفتگویی داشته باشیم. یعنی به زبان ساده، اگر شما این کانال ارتباطی رو حواست بهش توی این چندین سال نبوده، به این معنی نیست که کلن از بین رفته. نه، به این معنیه که اتصالت ضعیف بوده، آگاهی کافی نداشتی و نمیدونستی که حواس شیشم ذهنت دقیقاً شاخه ارتباطی هست بین تو و خالقت. بنابراین در بعد علمی و در بعد ذهنی این موضوع به این شکل اثبات میشه که ما حواس شیشمی داریم، چون ما فقط 5 تا حواس نداریم. اون حواس پنجگانه بحثش جداست. ما یک حواس دیگه ای داریم که همون به اسم حس شیشم میشناسیمش، که این همون حواسی هست که اطلاعات زیادی راجبش تا الان دریافت نکردیم و خیلی سطحی هممون شنیدیم. اما در حالی که اینجا قراره این رو درک بکنیم که حواس شیشم دقیقاً همون پل ارتباطی هست که ما رو به خالقمون وصل میکنه و ما بر اساس میزان توجه، باور و لیاقتی که داریم میتونیم اتصالمون رو قوی کنیم و پیام‌ها، صداها و کلمات رو از خالقمون دریافت کنیم. یعنی اگر ما قرار باشه به این شبکه، به این وای فای وصل بشیم، در واقع هممون که وصل هستیم، منظورم از این وصل شدنی که ارتباطمون قوی تر بشه، باید ایمان و باور داشته باشیم. باید به اون اطلاعات قدیمی که در ذهنمون هست، باورهایی که هستن که میگن خدا با انسان حرف نمیزنه،
خدا چطور میتونه با انسان حرف بزنه، خدا فقط یه عده انسانهای خاص رو فقط میتونه انتخاب کنه برای صحبت کردن و انسانهای دیگر رو کاری نداره. این اطلاعات در واقع باطل رو باید از ذهنمون خارج کنیم. باید شک بکنیم به این که چرا خداوند میاد فقط با تعداد انگشت شماری از انسان ها حرف میزنه. این یک دروغ بزرگه. خدا با همه انسان ها میتونه صحبت کنه و همه انسان ها بهش متصل هستن، اما چون ماها این در واقع دروغ بزرگ رو باور کردیم در ناخودآگاهمون از دوران کودکی که خدا با انسان حرف نمیزنه، الان اینطوری فکر میکنیم که آره واقعا خدا با انسان حرف نمیزنه، در حالی که این حقیقت نداره. خدا با انسان حرف میزنه، خدا با انسان ارتباط برقرار میکنه، خدا به انسان هدایت میده، خدا با انسان میتونه ارتباطی بسیار قوی برقرار کنه که حتی جزئیات زندگی یک انسان رو هم در هدایت‌هاش در واقع بهش بگه که چطور و چگونه مسیر زندگیش رو جلو ببره. خدا انسان رو خلق کرده و مسئولیت هدایتش رو در این دنیا بر عهده گرفته. اگر اون انسان خودش رو لایق بدونه برای این سعادت، برای این در واقع هدایت، چیزی هست که در قرآن هم خدا راجع به هدایتش به انسان گفته و امیدوارم که شما با همین اطلاعات کوتاهی که من بهتون ارائه دادم بتونید در واقع از اون نگاه قبلی، از اون نگرش قبلی که اگر متاسفانه داشته باشید باید در واقع خارج بشید و بتونید باور و ایمان داشته باشید به این که میتونید شما هم مثل خیلی از افراد دیگه به ندای درونتون، به الهامات قلبی و در واقع ذهنیتون وصل بشید و پیام‌های الهی رو دریافت کنید. حالا در همین راستا لازم این رو هم بگم که خیلی از افرادی که موفق نمیشن به این سیگنال، به این فرکانس ارتباطی برسند، دلیلش اینه که اونا فکر میکنن که خب همین که ما تصمیم بگیریم که خدا با ما حرف بزنه کافیه، در حالی که این حقیقت نداره. ما همین که تصمیم میگیریم خودش یک اقدام بسیار بزرگه. تصمیم میگیریم که به این کانال ارتباطی وصل بشیم، اما لازمه بهتون بگم که یک پروسه باور لازمه. نه اینکه فکر کنید یه چیز سخت منظورم، نه. باور یعنی اینکه به خودمون مدام این تلقین رو بدیم، این انرژی مثبت رو بدیم، خودمون رو لایق بدونیم و مدام به خودمون تأکید کنیم و یادآوری کنیم که بله من پیام‌های الهی رو دریافت میکنم. و وقتی توی این فضا و توی این حال یه مدت زندگی کنیم قطعا نشونه ها و پیام ها رو دریافت میکنیم. یه سری در واقع ایده ها، یه سری پیام های الهی، یک سری نجواهایی از جانب خداوند بزرگ و بلند مرتبه به ما داده میشه و ما متوجه میشیم که انگار یک صدای آرام و بسیار زیبا و دلنشین داره با ما صحبت میکنه. و اگر من و شما در ابتدای این قضیه باشیم، معمولاً به این صورتی که به صورت یک سری احساسهای لطیف و پیامهای بسیار در واقع آرام در قالب یک سری نجواهای ذهنی این در واقع نشونه ها رو دریافت میکنیم. حالا اگر به این در واقع نشونه هایی که ابتدا کوچک هستن اما برای شروع بسیار هم بزرگ هستن، اگر بهشون توجه کنیم، اگر حواسمون رو روش قفل کنیم و تمرکز بذاریم و مدام خدا رو سپاسگزار و شاکر باشیم از اینکه ما رو در واقع انتخاب کرده برای این پل ارتباطی و حواسمون رو مدام در این حال و هوا نگه داریم، اون موقع طولی نمیکشه که پیام ها، نجواها به شکل کم کم در واقع وایس در میان، به شکل صدا در میان، خیلی سیگنال قوی تر میشه، به شکل یک ارتباط کاملا دو طرفه تبدیل میشه و اینطوریه که شما بعد از یک مدت میبینید که بله یک در واقع صدای بسیار مقدس، زیبا، دلنشین و آرامش بخش از درون با شما داره ارتباط برقرار میکنه و اون صدای در واقع بسیار زیبا و دلنشین همون صدای خدای بزرگ و یگانه و بی همتاست که خوش به سعادت کسانی که بتونن
در این دنیا به این لول و به این سطح برسن که انقدر صدا براشون واضح و رسا بشه که بتونن در واقع مبدأ خودشون، مقصد خودشون، منبع خودشون که همون خدای بزرگ و بلند مرتبه است رو پیدا کنن تا استعلام بگیرن که برای چی در این دنیا هستن، هدف از بودنشون چیه، رسالتشون رو کشف کنن و زندگیشون رو بر پایه خالقشون بنا کنن و مسیرشون رو ادامه بدن. این فایل مختصر و مفید راجع به بحث در واقع ارتباط با ندای درونی، ارتباط با خدای بزرگ هست. قطعا انشاءالله در فایل های پیش رو اطلاعات خیلی تکمیلی تر، خیلی در واقع با جزئیات بیشتر ارائه میشه خدمت شما دوستان عزیز که میتونید ازش استفاده بکنید. برای همه شما آرزوی بهترین ها رو دارم. تا فایل بعدی، خدا نگهدار.